خب بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام که این کندو رو اصلش رو برداریم. امیدواریم که پر برکت باشه. برو بریم. ماشاءالله. این دیگه زنبوراش تمام شد. همه زنبورها رو دور کردم. میذاریمش توی کندوی خالی. با اجازه من استاپ بزنم برم یه دستوراتم آب بزنم بیام. خب رفتم دستوراتم آب زدم که اینقدر پس نکنم. خب حالا شانه بعدی رو بالا میاریم ببینیم که چطوره. بله ماشاءالله. یه تکونش میدیم و بعد با پرچه و برس نرم. عزیزانم این زنبورهای عزیزمون رو از روی کادر عسل پاک میکنیم و اونها رو به سمت کندو پرچه میکنیم. بعد از اینکه همه زنبورها تمام شد این رو هم میذاریم توی کندویی که خالیه و از قبل آماده کردیم. خب حالا میریم سراغ بعدی ببینیم چطوره. کادر بعدی. عزیزان توجه داشته باشد عسل اگه سفت نشده بود نباید برداشت کرد. این هم باز خوبه. بسته کامل تکونش میدیم. اول باید مطمئن بشیم که ملکه روی کادری که میخوام تکون بدیم نباشه، چون ممکنه ملکه صدمه ببینه دیگه. آره ملکه قلب کندوه. ما باید خیلی مواظب اون باشیم. بله به این صورت اینم تمیز شد. میگذاریمش داخل کندوی خالی. میریم سراغ کادر بعدی ببینیم که در چه وضعیتی هست. این ورش بسته، این ورش هم بسته. ملکه هم که روش نیست. تکونش میدیم. و با پرچه به آرامی زنبورها رو هدایتشون میکنیم به داخل کندو. اگه به بیرون پرتاب کنیم ممکنه این زنبورها بعضیاشون داخل کندو رو بلد نباشه و یه نیش زد منو. یه نیش زد. بنابراین باید کندوها رو پرچه کنیم داخل کندو که زنبورها رو پرچه کنیم داخل کندو که گم نشه.
میریم سراغ کادر بعدی ببینیم چطوره. ماشاءالله کندوی پربرکتیه. خب این هم عزیزان میبینید که این برش بسته است، این برش هم بسته است. ملچه هم روش مطمئنم که نیستش. تکونش میدیم و بقیهش رو با فرشه تمیز میکنیم. ماشاءالله شما هم بگید ماشاءالله. کاملا پره و بسته است. این رو هم میذاریم داخل کندوقالیمون. حالا از این بر ببینیم یک کادرم این بر بررسی کنیم ببینیم که در چه وضعیتیه. خب این هم بسته است عزیزان، بسته است. این هم خانم عزیز راضی هستی؟ خانم عزیز راضی؟ میشه جان. خب انشالله که پربرکت باشه. خب این هم میذاریم داخل کندوی خالی. بعدی رو نگاه کنیم ببینیم چی هست. این هم بسته ولی یه جاهایش بازه که هنوز غلیظ نشده. خب این چیه؟ اینم نگاه کنیم ببینیم چیه. خب این کاملا خالی هست. یه ذره شهد وسطش هست قابل برداشت. خب این موم هم داده بودم که ببینید چقدر با کیفیت باخته و دارن ادامه میدن هنوز. این رو میذاریم برای این که میذاریم طبقه پایین برای این که ملکه بیاد توش تخم بریزن و از پایین چیزایی که نباید پایین باشه رو میاریم بالا. ادامه رو گوش بدید. خب این طبقه رو باید برداریم تا بریم طبقه پایین رو نگاه کنیم. این طبقه رو برمی‌داریم میذاریم روی درب کنیم. باید طوری این کار رو انجام بدیم که زنبورها میان درب کندو و طبقه له نشه. باید حواستون باشه. خب حالا این عرض کنم که چرا بر نمیگرده اونوری. خب اب نداره. این طبقه پایین هست که ما میخوایم الان یه دونه گاو که خلوت ترین گاو هست رو در بیاریم که کشتار کمتری داشته باشه موقعی در آوردن.